یک طایفه بر حق می جنگند تا روز قیامت و کسی که با آنها مخالفت کند یا این آنها را ترک کند آنها هم پیروز هستند. اگر کسی با آنها همکاری نکند هم پیروز هستند، چون اونا بر حق هستند. یک طایفه نامشخص از امت اسلامی یقاتلون علی الحق. و در احادیث زیاد آمده است، در بخاری شریف اشاره می کند که اکثر این مردم به طرف شام هستند، یعنی مردم فلسطین هستند. اشاره به مردم بیت المقدس می کند. پس امروز اگر دنیای اسلام نتواند به اعتبار مرزهایی که کفار ساختن و انگلیس مرز ساخته بین مسلمان ها و مسلمان ها را از یکدیگر جدا کرده است، می تواند که همین مژده‌ای که پیامبر اسلام داده است به پیروزی و حقانیت مردمی که جهاد میکنند در راه خدا، دفاع از قدس شریف هستند، آنها پیروز باشند و پیروزمندان باشند. لکن یک سیاستی که امروز مشترک و مخفی کار میکند، طوری که ما در تاریخ داریم، در هر حمله ها و جنگ هایی که صورت گرفته است، بخشی از سرزمین قدس شریف را اسرائیلی ها بتوانستند که اونها اشغال کنند و کسانی که مانند کشور ایران میخواد دفاع نشانتین از مردم فلسطین، وقتی که جنگ شروع میشه خود باز عقب میکشه. وقتی جنگ ها پیشروی صورت میگیره، بخشی از سرزمین فلسطین را با شاید کنه از دستی فلسطین بگیرن و این که گم بکنن و یا این که فلسطین را ریشه بکنن یا مجاهدین اسلام را ریشه کن بکنن، این محال است. این گپ محال است، چون که رسول معظم اسلام که صادق المصدوق است به ما مژده داده است که یک طایفه از امت اسلامی در کشورهای اسلامی اونها هستند که جهاد میکنن، اکثر اونها به طرف بیت المقدس هستند. اونها حق هستند و پیروز هستند. والله یتم نوره ولو کره الکافرون. اگر کفار بدم ببرن، خداوند نور اسلام را ریشه‌کن نمی کند. درست است شکست های فیزیکی در اسلام می آید، بمباران میشن، شهید میشن، لیکن ریشه‌کن نمیشن که برخی مردم ها ناامید میشن. نه، مژده درستی را رسول معظم اسلام گفته و داده است برای ما. این یک پیروزی و خرسندی معنوی و روحی است برای ملت مظلومی مردم فلسطین و کل امت اسلامی. اگرچه که رئیس جمهورها خائن شدن، دموکراسی شدن، به زیر غلامی غرب و شرق رفتن، لیکن ملت اسلامی تا روز قیامت ادامه دارد و این را مژده است که نبی علیه السلام برای امت اسلامی داده و همیشه بوده و هست و پیروز هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.